خودشون تکرار میکنه یاد این متن انتهایی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. القرآن الکریم. ریاست محترم، حضار گرامی، آقایان و خانم ها، سخن را با یاد نیک پیامبران آغاز می کنم که معلم و مربی و راهگشای ارزش‌های الهی برای بشریت بودند. درود بر آنان و بر همه کسانی که زندگی و تلاش خود را نثار آرمان‌های انسانی کردند و در کشاکش طوفان‌ها پرچم آزادگی را برافراشته نگاه داشتند. به سلطه‌های ناشی از زر و زور و تزویر نگفتند تا به خواست عادلانه انسان‌های مظلوم آری بگویند و علی رغم فشار و قساوت گردنکشان و قلدران تاریخ آرمان‌های والا را زنده نگاه داشتند و به ما سپردند. لازم است ریاست جنبش غیر متعهدها را به زیمبابوه و به ویژه به جناب آقای موگابه تبریک گویم و برای ایشان در ایفای وظیفه حساس و مهم هدایت جنبش در جهت تأمین اهداف عالیه آن موفقیت کامل آرزو کنم. درایت و لیاقت رهبری زیمبابوه در اداره این کشور تازه مستقل و در مواجهه با مشکلات ناشی از میراث شوم استعمار و همچنین استقامت و شجاعت این کشور در مقابل تهدیدات و فشارهای سبوانه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی و استکبار جهانی همه مؤید شایستگی انتخابی است که جنبش در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ خود به عمل آورده است. امیدوارم رنجها و فداکاری هایی که این ملت بزرگ در راه استقلال متحمل شده ضامن حرکت جنبش در مسیری باشد که به نابودی کامل استعمار، نژاد پرستی و سلطه‌جویی بیانجامد. صمیمیت، دوستی و همبستگی که انشاءالله ذهن و دل میزبانان عزیزمان از آن آکنده است و نیز محیط شاد و امیدبخش و پذیرایی‌های گرم و محبت آمیزی که شامل همه شرکت کنندگان است، بیشک ناشی از صفای انقلابی و محصول حرکت و تحول عظیمی است که این کشور زیبا و پربرکت را از مستعمره‌ای مظلوم با ملتی تحقیر شده به ریاست بزرگترین مجموعه کشورهای جهان ارتقا داده و آن را شایسته امانتی چنین گران ساخته است. من به نام جمهوری اسلامی ایران از همه آنان که در طول چند ماه گذشته با روحیه‌ای خستگی ناپذیر مقدمات این اجلاس را فراهم کرده اند صمیمانه تشکر می‌کنم. برگزاری 8مین اجلاس سران در زیمبابوه که با گذشت ربع قرن از حیات جنبش همزمان است، تصادف خوشیوم نیست که برای غیر متعهدها از چند جهت مفهوم رمزی دارد. اول اینکه زیمبابوه تازه مستقل از مهمترین محلهای قطع آخرین رگهای حیات استعمار کهنه است، یعنی جنبش غیر متعهدها وارد مرحله نوینی از تاریخ خود شده و از این پس باید اهداف و وظایف جدیدی را متناسب با نیازهای
فعلی جهان سوم تعریف و دنبال کند. دوم اینکه حضور ما در یکی از کشورهای خط مقدم توجه بیشتر و جدیتری را نسبت به مسائل رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی، تجاوزات آن علیه کشورهای این منطقه و مسئله استقلال نامیبیا ایجاب می کند. سوم اینکه این حضور در قاره آفریقا که بزرگترین صدمات را از قبل استعمار و سیاست‌های تاراجگری استکبار تحمل کرده، ملاک تشخیص اولویت‌های کار این اجلاس را به ویژه در زمینه پیریزی سیاست‌های اقتصادی غیر متعهدها برای دوره آتی معین می‌سازد. خواست و انتظار طبیعی همه ما این است که جنبش در این دوره هم خود را مصروف حل مشکلات آفریقا گرداند. منافع ما به هم پیوسته است. جهان سوم اندامی است که حیات مستقل اعضای آن قابل تصور نیست. حفظ حیات اعضای مؤثری همچون آفریقا البته برای ما اولویت دارد. این تجمع برای آفریقا به عنوان بزرگترین قربانی سیاست‌های استکباری و برای جنوب آفریقا به عنوان بزرگترین قربانی نژاد پرستی و برای مردم زیمبابوه که علیرغم شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر قاره با تأمین نیازهای مادی و معنوی این اجلاس سخاوت بزرگی از خود نشان داده اند حائز اهمیت است. از خداوند قادر و حکیم مسئلت می کنم که این فرصت گرانقدر را منشأ خیر و صلاح گرداند. آقای رئیس، 8مین دوره جنبش در شرایط بحرانی ویژه‌ای آغاز می شود. در حالی که قسمت بزرگی از منابع اقتصادی و ثروت‌های جهان در نتیجه مسابقات تسلیحاتی غرب و شرق و تنش بین دو قطب به هرز می رود، تضاد فزاینده بین شمال و جنوب هنوز همچون مهمترین مشکل جهان مطرح است. شرایط مبادله مواد خام با کالاهای صنعتی بیش از گذشته به ضرر جهان سوم تغییر یافته است. صدور بحران و تشنج با افزایش تصاعدی صدور تسلیحات به جهان سوم همراه بوده است و در نتیجه این ستم مضاعف مفاهیم رشد و توسعه در بسیاری از مناطق به صورت شعارهایی دست نیافتنی و غیر عملی در آمده است. تاراج ثروت‌های جهان سوم از طریق بحران وام‌ها به منافع نسل‌های آینده نیز تسری یافته است. روش‌های آشکار استعمار کهن جای خود را به شیوه‌های پنهانتر، پیچیده‌تر و مؤثرتری بخشیده است. نظامیگری، استفاده از زور در مناقشات بین المللی، نقض حقوق واقعی بشر، نقض مقررات انسان دوستانه و حقوق بین المللی، تضعیف نظام چند جانبه، عدم تحمل نظام‌های مستقل از جانب دو قطب موجود، تهدید هسته‌ای جهان، تولید و کاربرد سلاح‌های امهای دست جمعی و متعارف و تخریب محیط زیست انسانی و منافع طبیعی اوج تازه و مخاطره انگیزی یافته است. بحران‌های اخلاقی که در واقع زیربنای سایر بحران‌های جهانی است، بیش از هر زمان انسانیت را تهدید می‌کند. جدایی از ارزش‌های ادیان الهی که مطمئن‌ترین معیارها برای تنظیم رفتار بشر هستند، منجر به هرج و مرج اخلاقی گردیده و بنیادهای فرهنگی جوامع را به شدت لرزان ساخته است. اشاعه فساد و فحشا روند فزاینده یافته و اساس و بنیان خانواده، یعنی سنگ بنای جامعه و مایه دوام و بقای نسل، در معرض تزلزل و بیبندواری فاجعه آمیزی قرار گرفته است. توفیق در مقابله و مبارزه
با وضع انفجارآمیز موجود در گرو تلاش فوری، مستمر، همه جانبه و جهانی است. ناچار این فرصت باید به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد و الا قسمت عمده ای از مسئولیت ادامه بحرانها به عهده ما خواهد بود. آقای رئیس، رؤسای محترم جمهور و دولتها،